عیسی با شاگردانش از آنجا برآمده به شهر خود برگشت. روز شنبه او در جماعتخانه به تعلیم دادن مردم شروع کرد. بسیار کسانی که او را می شنیدند انگشت حیرت گزیده چنین می گفتند: این فکرها در سر وی از کجا پیدا می شود؟ این چی حکمت است که به او داده شده است؟ چگونه او چنین معجزه های بزرگ می کند؟ مگر او همان دوریدگر نیست که مادرش مریم، برادرانش یعقوب، یوسی، یهودا و شمعون هستند و خواهرانش هم در بین ما زندگی می کنند؟ آنها در حق عیسی شک و شبهه کردند. عیسی با آنها گفت: پیغمبر در شهر خود بین خویشان و خاندان خود قدر ندارد، ولی در همه جای دیگر او را با احترام قبول می کنند. او در آن شهر تنها به چند بیمار دست رسانده آنها را شفا داد و بغیر از این هیچ معجزه نشان داده نتوانست. او از بی ایمانی آنها در حیرت افتاد.